ما باید مردم به قرآن دعوت بکنیم، ما باید مردم به قرآن کریم دعوت بکنیم. و گاهی وقتا شاید این مبالغه نباشه، یک دی مردم تصور میکنن که شاید فقط تاثیر نکنه. اینی وسوسه شیطانی هست. امی که یک نفری امی ذهنیت در ذهنش اومد که ما اگه فلانی رو دعوت بکنیم شاید تاثیر نکنه، شاید اونقدر فایده خاص نشه. اینی وسوسه شیطانی رو بعد از خود دور بکنید. به خاطر از اینکه ما عملا انسان میبینه گاهی وقتا یک نکته بسیار باریک باعث هدایت یک شخص میشه و الله متعال شخص در اسلام خیلی رشد میده و از خدمات زیاد گرفته میشه. شما در داستان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین را اگر دقت کرده باشین گاهی وقتا یک نکته بسیار باریک حتی اگر در ابتدا گپ بعدی هم میبوده باشه خب باعث میشه یک نفر مفاهیم قرآنی در مفاهیم دینی وارد شوه، باز در دین ثابت قدم میمانه. مثلا در مورد اسلام آوردن حمزه رضی الله عنه اگر شما شنیده باشین، حمزه یکی از مردمان شجاع مکه بود و همیشه میرفت به شکار به صحرا. در زندگی از او نقل میشه میگه که حمزه یک بار رفته بود به شکار و رسول الله صلی الله علیه و آله در جای دعوت میکرد. ابو جهل آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله کلمات نامناسب گفت. وقتی حمزه پس برمیگرده یکی از اقاربش میره برش میگه که تو نبودی که کی ابو جهل برادرزاده چی گپای گفت؟ حمزه خودش میگه مرا غیرت جاهلیت گرفت که این ما اینجا باشم باز برادرزاده مرا کس چیز بگه این دیگه قصهش نمیشه که محمد از دین جدید آورده. میره اما تو بسیار تون برخورد میکنه کت ابو جهل و حتی کت از او درگیر میشه. بعد از روی ضد به ابو جهل میگه بعد دین برادرزاده هستم تو خبر نداری؟ در حالی تو از روی ضد میگه فقط برای اینکه او را به اصطلاح چی کرده باشه، خوب سرزنش کرده باشه. باز خودش میگه بعدن ما تعجب کردم که تو گفتم ولی چطور شد این گپ گفتم خب ما هنوز تو فکر نکردیم که مسلمان باید شم. میگه باز رفتم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دعا میکنه و دعوتش میکنه الله متعال قلبش را باز میگه فردا وقتی من خستم محبوب ترین چیز در قلب ما اسلام قرار گرفته بود. منظور ما اینه حتی گاهی وقتا یک کار بعدی هم که در اصل کار مثبت نیست باعث میشه که قلب یک نفر بر اسلام باز شوه و الله متعال هدایتش بکنه. و این که عملا اینمی کار فعلا هم نمونه های زیاد داریم. شما از جمع کسانی که تازه مسلمان نمیشن در کشورهای مثلا اروپایی و آمریکایی گفتیم وقتی زندگی نامه از اونها رو بخونین گاهی وقتا بدترین نفر، یعنی مثلا شما ببینین یک خواننده راک که کل زندگیش در فساد و فحشا است، کافر هست در بین کافرها هم باز در بدبختی های عجیب و غریب غرق است. در زندگی از امو هم یک به اصطلاح جرقه ایجاد میشه که او را ببینین یک وقت بزرگترین دعوتگر اسلامی میشه. امیال ما داریم، امیال در کشورهای اروپایی و در دیگر جاها داریم. یک زیاد از دعوتگرای بسیار مشهوری کسانی بودن که در دوران کفر از بدترین مردم بودن، اما الله متعال زمینه را برشان مساعد کرد. یا حتی در جامعه ما هم ما خودم شاهد یک زیاد از کسایی هستیم که وضعیت زندگی از اونها قبل از رسیدن دعوت بیخی خراب بوده. یعنی ما شما قضاوت میکنیم غالبا نه یک نفر را که آدم بسیار بد است، معمولا وقتی برش بگی برو بر از اون یک مفهوم قرآن کریم ما میگیم که نه دیگه این چی، یعنی مثلا این چی به اسلام، این تو که خود قضاوت میکنیم. همین ذهنیت رو داریم. نه مثلا شما بگیم یک نفر بسیار آدم بد است، یک خواننده است مثلا، اگر یک نفر بگی برو به اسلام دعوت کنه میگه این دیگه چی به اسلام، یعنی یک نفر خوب باشه که باز برو به اسلام دعوت، او که خوب است کار جور است دیگه، تو به چی دعوتش میکنی؟ متوجه شدین؟ این تو ذهنیت ما غلط داریم. آدمای بد بیشتر به نیاز دارن و الله متعال شخصا معمول تعداد زیاد از کسایی را میشناسم که قبل از رسیدن دعوت به اونها مردمایی بودن که کل زندگیشون در فساد غرق بود، اصلا به دین هیچ اعتنایی نداشتن، اما الله متعال براشون یک زمینه را مساعد کرد، یک نفر باعث سبب خیر براشون شد و عالم میشناسم پابندترین مردم به دینن. دمی جمع جوانای ما هستن الحمدلله. من خودم شخصا کسانی زیاد دارم میفهمم که قبل از باز خودشون به قصد شوخی هم میگفتن و واقعیت هم از میگفتن یاد میکردن که در دوران جاهلیت ما تو بودن. یعنی منظور از اینکه قبل از اینکه برای ما مفهوم اصلی اسلام برای ما برسه و او را بپذیریم کارهای بسیار بد میکردیم که اگر یک نفر در او حالت میدیدشون این ذهنیت در ذهنش میامد که نه دیگه این دعوت باید نکنم. منظور اصلی گپ میست که ما در دعوت به اصطلاح گلچین نکنیم بعضی از مردم که اینی رو دعوت بکنیم دیگر دعوت نکنیم، این رو دعوت بکنیم دیگر. هر انسانی که زمینه براتون مساعد شد باید دعوت شد. و حتی شما ذهنیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید در میدان جنگ در مقابل چی کسی؟ در مقابل یهود که سرسخت ترین دشمن مسلمان هایند و 3 روز یا 4 روز هم عملا با اونها در حال جنگن. با وجود از این وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم روز دیگه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رو روان میکنه، اول باز برش میگه ای علی اول بازم با اونها رو به اسلام دعوت بکن.
بازم حدیث مشهوره میگه که اگر یک نفر از اونها توسط تو به اسلام هدایت شود، برای تو از شتران سرخمویی کرده که از محبوب ترین مالهای عرب ها بود، برای تو پسندیده تر است. یا در بعضی از روایات میگه که از دنیا و ما فیها کرده برای تو پسندیده تر است. پس انسان مسلمان امی ذهنیت داشته باشه، انسان مسلمان امی ذهنیت داشته باشه. و این نکته رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث کل دین رو در همین مفهوم خلاصه میکنه. وقتی میگه دین النصیحه، دین خیرخواهی است برای الله، برای کتاب الله و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای عامه مردم دین خیرخواه. یعنی انسان مسلمان در هر مرحله از مراحل زندگی خیرخواه است. یعنی شما فکر بکنین سخت‌ترین مرحله که انسان مسلمان قرار میگیره مرحله جنگ است که عملا در مقابل دشمن قرار میگیره، او تو را میکشه تو را میکشی. در اینمی مرحله هم رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت فراموش کرده. پس دیگه کدام مرحله هست که باید فراموش شود؟ وقتی در میدان جنگ دعوت فراموش نباید شود. یعنی او کافری که این امیال با تو در مقابل تو قرار داره و تو را میکشه و تو را میکشه، به امو کافر هم خیر خواهی داری که اگر دعوت قبول بکنه خلاص برادر مسلمان است. به امی خاطر یعنی حقیقتا انسان مسلمان به معنای واقعی کلمه یک انسان خیراندیش است برای همه بشریت.